توی این ویدیو قراره که بریم وارد یه خونه‌ای بشیم که میگن توش یه دونه پیرزن و پیرمرد توی اون خونه مردن و قراره که ما توی اون خونه بریم و احضار روح جن کنیم. و اینکه چیزای خوبی در مورد این خونه نشیدم و واقعا از الان استرسشو دارم که ببینم اینجا چیه داستانش که اینقدر دارن در موردش بد میگن. و میگن اونجا یه تابلویی داره که زدن در این مکان جن وجود داره. و اینکه اگه ویدیو قبلی رو ندید حتما برید نگاه کنید چون با این ویدیو در ارتباطه. بریم که ببینیم. سری قبلی آقا گرفت رضا اینو نمیگیره. پیرزنه رو نمیگیره. نه یه چیز صدا رو گفت یه همچین صدایی سگم نبود مطمئنم از این بر اومد متین از این بر اومد پشتن میگه داشت پیچ میگه بریم حاجی یه لحظه آقا دیدیش حاجی به قرآن دیدمش به قرآن اون بالا متین تو هم بالا اون درختی دیدیش من صدا پا دیدم رفت بالا. صدا پا نه من یه چیزی دیدم رد شده این نور به قرآن بالای همون درخته که گرفتی همون بغل اون درخته خورد این برتر ببین دقیقاً اینجاها حاجی یه لحظه منو بگی حاجی من یه لحظه قبل اینکه امیر بگه من داشتم همینجا با چراغ قوه مینداختم نگاه کن یه لحظه بگیر اینجا رو. من دیدم یه چیزی این الان ببینی عقب و جلو میشه این نورش پایین بود خب داداش رو ته بود اومدم زوم کنم ببین مثلا انگار یه لحظه منو بگی مثلا ما الان رو اینا راه میریم نگاه کن رو کاشی خب انگار رو کاشی انگار افتاد بعد یهو این انگار یه چیزی رد شد بعد سرایی گفتش که دیدمش خب من تا اومدم اصلا چیکار انگار غیب شد. تو دوربین شاید افتاده باشه من اونجا رو گرفتم دیدی اینجا رو گرفتم تو دوربین افتاده یا نه رو نمیدونم. حاجی اینجا شمع رو روشن کردیم حسینیم هست یا نه؟ آره ولی آب شده آره سهره نگاه کن الان این بغل اون در تو رو میبینی؟ حالا وایسا بریم اونجا عمق فاجعه رو بهت نشون بدم. ببین من اونجا خواهی کنم مستقیم فرار میکنم. به خونه الان معلوم نیست الان معلوم شد. ای اونو خاموش کن با این دنگایده الان باید استفاده چراغش تموم میشه راست میگه تموم میشه کسخور اون باتریش تموم شه باید اونجا کشون بدی اینجا وایسا اینجا چی نبود آره حاجی این چاهه رو بریم یه چرا خوبه بریم بعد اینجا جایی که بوده که بوز و گوسفند زیاد رفته رشته اونو میگی نه یه چاه داره خیلی عمق داره سنگین ندی آب هستش نه حاجی اون چاه میگن عربی روش نمیشه کجاست اونو اون ور بود نمیدونم بچه‌ها میگفتن حاجی حواس بریم ما هم شنیدم آره بیا کجا بریم از اینجا باید بیاد پایین آره خب آره یا بریم سمت چی حاجی بریم سمت چاه اول اینجاست واقعا داره آره بابا وایسا سنگ نمیدونم حاجی نگاه ناموسن خارگوسه 10 متره یه سنگ بنداز خیلی بیشتر خشکه کسخور نه خوش نیست داداش یه سنگ بنداز ما این نور رو بگیر ما این نور رو بگیر نور بگیر او آب داره تهش کوسکش کپک زد آقا بریم حاجی یعنی چی بوده دقیقا ما اینجا بعد یه چاه دیگه داره حواست باشه همینجاست
پاتنر نمیدونم واسه دقیقا نورشو بگیر بزرگ کن گنده کن اینجا انگار خب یا خداوند متعال در این مکان جن دیده شده سوراخه رو نمیدونم چی سوراخه چی نبود؟ بخاریه آره بریم این تو کدوم ور بریم؟ همین اول برو یه خونه رو راه کنیم برو توش بریم نگاه بندازیم اینم تو خونه پسر خارکسته بیا اینم ته شاپور به اینام چاقی فرامرز خارکسته بیا اینم ته شاپور فاروقی هم همینه با بینام ته شاپور خب آقا کجا سره حالا بیا اینجا رو نشونت بدم ناموسن چیزای پرخوریه بیا پایین نه با خراب کرد اینجا چیه؟ زیر زمین این رو بگیر حاجی بیایم اینجا احضار کنیم اینجا اضافه کنیم زنمون سقف جنسش گله صفاله شیرها ریختن اینجا آقا همینجا چیز کنیم نگاه کن ستاره داوود کشیدن اینجا رو بگیر یه لحظه بریم پایینش رو ببینیم بیایم چی؟ اون یه زمان کار بودم اینجا مالی یه دونه پیرمرد و پیرزن بود پایین بودیم یا نه؟ خب اینا زمانی که فوت میکنن روحشون هنوز تو اینجاست نه تو همین خونه است تیمو این چراغچیزه رو بگیر کجا بگیر؟ وایسا بریم پایین این برای درس اینجا رو نگاه کن سرایی اوه چقدر حاجی بزرگه یا خداوند متعال بعد اینجا رو نگاه کن اینجا خیلی ترسناکه نگاه کن نه پایین در تک درخت ناموسن قایم زیرش گنجه آره ناموس تک درخت نه کاشتن تک درخت هم سوخت سیکیم جنگلی صاحبی تک درخت هم سوخت سیکیم جنگل نه صاحبی یه لحظه این تو این تاریکی ما این بنداز تو خود تاریکی و اینجا میبینی دشت انگار این وسط حاجی اون تاو بگیر کدوم میگیره خب این تو این اتاق مرده پیرزنه بریم تو این تو همین اجار اتاق. کنه هستی؟ آنجا خیلی دلم میخواد برم تو دره یه بار خیلی دلم میخواد بریم خونه متین خواهش رو داریم تو این اتاق اجار کنی بریم. رضا میگه تو این اتاق مرده بریم اگه تو این اتاق مرده بریم تو همین اتاقه اونجا رو بگیریم نه اونجا رفتیم اونجا خیلی آدم چیز میزنه توهم طور میزنه من یه چی کیری از اینجا میدونم ما رفتیم اینجا قبلا الان بریم تو دیگه قبلش کار ندارم اینجا یه چیز سنگین من میدونم بگو تو ویدیو بگو اشکال نداره ویدیوی چیش بگم داشت اینجا پیرزن پیرمرده کی بوده پیرزنه دقیقا همینجا فوت کرده خب روحشو من دیدم کی داشتم یه نور انداختم یه لحظه رد شد الان امروز همین 2 دقیقه قبلش که بیایم اینجا بریم پایین اشکال نداره میگفتی خب زیارت گرفتیم تو ویدیو زیارت معلوم نمی‌کنه آقا بذاریم اینجا متین خب شمال اینجا روشن کنیم خب یه لحظه وایسا رادیو رو روشن کنم آره رادیو رو روشن کن من بوی خوبی از اینجا الان ندارم تو ما انقدر جا رفتیم نه جاشو کار ندارم رادیو رو بکنم ما اینو بگیر ما این گوشی رو بگیر آقا داشت اینو بگیر داستان از این قراره شما به که دست بخوره دو تا نوار رو در بیاریم دو تا نوار بسته اونا رو من یه کاریش میکنم الان حاجی من میترسم من برم این ور ویدیو بگیرم بازم خواهی میکنی تنها بری اونور نه کسکش جم بگیرته حاجی من میرینم پشت منو داشته باشینه
آمنا سولاد بچه فکر کن پشتتون یه چی ببینم یه دفعه دوربین رو پرت کنه. من همون رو دارم میگم خاطر خوبی ندارم. چیزی که اون لحظه من دیدم داشت همون دارم من میگم نباشم بریم. حالا خونه قبلی ما تو حصارک یه دونه چیز بود، یه دونه خونه بود توش قبرم بود، یعنی یه زن و شوهر مرده بودن. بعد ببین نه حالا زنه رو اونجا خاک کردن مرده. ببین سنگ قبر تو حیاط خونه ویلایی. نگاه حالا یه چی بهت بگم بعد خالی کنیم. ببین بعد بعد معلم ما هستم کومه تایش مدرسه داره این میدونه کجا؟ اونجا که رفتیم تیام اومد بگاهی خب اولش دیر که خرابه ماننده. آره اونجا من یه زمانی همین اینجور چیزا خیلی چیز داشتم داشت 1000 روم هم داشتم 1000 جلد هم داشتم. خب جوری بود من داشت ما موکل داشتم اونجا واقعا داشتم. خب داشتم رد می‌شدم یه لحظه چشم خورد به یکی هم نرده رو گرفته. نرده رو اول رفتنی بهتون نشون میدم گرفته جیغ میزنه. ببین یه لحظه خاک همون بالا همون بالا هنوز که هنوزم داشت من ردچم اونجا رو اون هنوز میبینم اون صحنه. ببین اینجوری نرده رو گرفته اینجوری داره تکون میده میکوبه. یه لحظه من خواهی کردم اینجوری نگاه کردم بالا نگاه کردم دیدم بچه‌ش خودشو دار زده. مثلا اینجوری آویزون جسمش همونجا آویزون انگار مونده بوده مال خیلی قبل پیشه. چیز مدرسه متروکه یا نیست؟ متروکه رو برویش مدرسه نه روبروی متروکه. آجی من این یارو فکر کنم مثلا بچه بودم بازی میکردم بعد مثلا یه خونه ویلای درست حسابی داشت. خب اندازه این نبود ولی یه خونه خوبی بود. بعد حاجی شمع خاموش این یه دونه ساختمون بود این مثلا انگار سطح پایین بود. تنها یه جا رو نگاه نکن. خب آره اگه از من میشنوی ببین سطح پایین بود. چیزی میبینی؟ نه میگم تنها یه جا رو نگاه نکن. اون سری ما اومده بودیم مثلا من یه جا نام کردم انگار مثلا ببین یه چیز سیاه اینجوری انگار وایساده بود. شنیدی؟ به قرآن میگه سنگ افتاد. نور من که نمیگیره. ما اینو چیزا رو به چراغ قویه رو بده. بعد حالا گوش کن. بعد حاجی ما داشت ببین تو خونه ویلایه قشنگ ببین حالا نمیدونم واقعا سنگ قبر بود یا چی این یه چیز انگار سنگ قبر سیاه دیدی چجوری سره؟ آره. ببین سنگ قبر قشنگ تو حیاط خونه بود بعد ابالام کرد. بعد یه دونه عروسک از این آنابلا داشت. این آنابلا مثلا میبینید آنابل نه مثلا دیدی آنابل چه شکلیه؟ آره سیاه وسطه چیزی معلوم نمیشه تو دوری موی چیزی معلوم نمیشه. برش کن رضا قوی ادامه این چیزو بریم. صدا سگه. آره نه اون کار نداره. دیدی سایه رو؟ چیزه ولش کن بیاد. خب بعد این سنگ مثلا یه دونه عروسک بود از این عروسکایی که از پلک میزنه مثلا سایه دیدیش؟ نه اونجا منم دیدم اونجا سایه اینا نگاه سایه عوض میشه. آره نگاه بعد این یه دونه از عروسکا داشت. این عروسکی مثلا از اینا هست تکون میخوره پلک میزنه. این عروسکی همیشه پلک میزنه. یه بار خواستیم در خونه رو باز کنیم بریم توش. ببین همین که در باز شد ببین مثلا فکر کن انگار یه دونه بز چه نشانگره اینجاست. فکرم بردم. ببین یه دونه بز قشنگ رد شد از همین دم خونه. خب اینو باش میچرخونیم. بعد یه بار زنگ خونه رو زدیم. ببین تو خونه هیچکی نبود. بعد مثلا انگاری که آیفون رو برداشت اینجوری بود. اینجوری انگار حرف میزد ولی صداش مثلا یه جوری بود که ترسناک بود. بعد یکی اومد مثلا میگم چه جوری یه دونه چشمش سفید بود قشنگ اینجاش مثلا ختمت انگار چاقو ما بود. بعد اومد اینجوری کرد من پسر این خانواده‌ام این خونه برای من الان. بعد صداش هم اصلا یه عجیبه گفت سمت این خونه نیاد من کاری ندارم که مثلا چیکار می‌کنید کلا سمت این خونه برای خودتون میگم بده نیاد همین چیزایی داشت میگفت. بعد دیگه از اون موقع بعد پشمای من ریخت. بعد یه روز بچه‌ها خودشون پاشده بودن رفته بودن تو خونه یه چاقوی خونی دیده بودن یه دونه
عکس مثلا ازدواج بود، مثلا دو تا قدیمی مثلا از این میگم پیرمرد پیرزنه عروسی کرده بودن، بعد یه قرص هم پیدا کرده بودن، این قرصا رو آورده بودن اینا رو آتیش دادن، قرص ترکیده بود تو صورت یه دونه بچه‌ها، این پوست سرش رفته بود به قرآن. شروع کنیم؟ اوه چرا قوه رو زیاد دستمالی نکنید. واسه این چرا قوه شارژش خیلی سریع تموم چرا قوه شارژ رضا ولش. آقا اینو بذاریم اول اینجا. تو بیار. یه ساجی شمع انگار داره خاموش میشه. البته یه خورده بادی هم هست ولی خب کسی سایر دیدی رضا؟ رو حرارتی گذاشتم. حرارتی بذار بده من. آره. یه کمی. ای حاجی. نه اون شهر اونوره. مطمئنی؟ آره. اگه چیزی دیدی رو همین سری بگو تو دور مثلا بگم چجوری با یه شهر یا روستا اون که نوره چیزه؟ نه چیزایی اینجا نشون میداد پسکش. بذار من اون برو میگیرم که حواس اون نشون رضا یه جور بگیر که حواست باشه چیزی حرارتی، این حرارتی ها رو نشون میده. آیا روی اینجا هست؟ آیا روح اینجا هست؟ اگه روح اینجا هست یه نشونه به ما بده. اگه روح اینجا هست اسمشو به ما بگه. کی اگه روح اینجا هست یه نشونه به ما بده. اسمت چیه؟ اگه روح اینجا هست یه نشونه به ما بده. بذار اونو بی صدا بیا اون عددا رو چند اسمش چیه؟ بپرسیم اسمش چیه؟ اگه روح اینجا هست اسمش چیه؟ اسم تو به ما بگو یا یه نشونه به ما بده. اگه روح اینجا هست رو پی نگاه رو پی چیز شد. اگه روح اینجا هست یه نشونه به ما بده. اگه روح اینجا هست اسمشو به ما بگه. اگه روح اینجا هست دوربین افتاد یه چیز گوشوکه تو دوربین علتیش. اگه روح اینجا هست چیزی شاید بگه. سن تو به ما بگو. اگه روح اینجا هست سنشو به ما بگه. اگه روح اینجا هست سنشو به ما بگه. چهار دیدی؟ خاموش شد. میشه. 4 چرا؟ حالا شاید 400 ما میگیم چون سن جنا به عدد نیست. دو یه دونه نه وایسا رو عددا. اگه روح اینجا هست سنشو به ما بگه. یه 4 و یه 2. سن تو به ما بگه. یه 4 و یه 2 شما چیز شد. 0 نه چیزی نیست. اگه روح اینجا هست اسمش یه لحظه وایسا. اسم یا سنشو به ما بگه. صدا حرف زدن میاد. آره یه از اون ور میومد. بس خوب رضا از اون ور میومد. بریم برای 5 اینو بگیر یه لحظه. نور موینه. اونو که میدونم باشه. این ور یه ریزه چیزایی میاد. ببینی نقطه حرارتی بغل موین داره رد میشه. نه انگار نه این چیه؟ اون پشت اون ور که حاجی دل پیشه گرفتن. چرا الان نمیفته؟ بریم برای ادامه. دل پیشه گرفتن. دو هم 400 و شاید فلافل موین. فلافل میچه دل پیشه صداش کم ندارم. میشه. فرکانسش از کجا چیز میشه؟ نه همینجوریه فرکانسش دقیقا الان زیاده. بریم اگه روی اینجا هست یه نشونه به ما بده. یه نشونه به ما بده. اگه روی اینجا هست KM رو ام وایساد. میبینی رو ام دیوارا چرا این شکلی حاجی؟ بگیر یا از رو من ویدیو بگیرم. حاجی شما روی ام داره خاموش میشه. رضا اون نور چیزا رو بگیر. چرا حاجی 8 نفر میمونه. رضا چرا قوه حاجی ببین 2 نفره بیا اینجا 100 میگم میشه میبینی. آره 100 سکشن رو میزنی. رضا بگیر. فقط هم چراغ و یا نور رو میگیره. پشتتون رو نه نمید. چراغ شاید نگونی؟ نه یو تنهایش
شما جلو رو نگاه کنید من همین پشت رو. آره دیدیم میشه دو تایی رو دیدیم. دیدیم میشه دو تایی ببینیم. چیزی نیست ها؟ من هی تو تصورم این چی میاد انگار اسمم یه بز میبینم. میدونی چه جوری میگم؟ یا مثلا یکی که وایساده با بزه. نه هی تو تصورم هست. تو ذهنم ها. تو این بالا آجی امروز چرا این دیوونه شده دوربین هی چیز میشه تار میشه نمیدونم چرا یه بارم اتفاقا استاپ کردم دوباره نمیاره آجی هی دوربین تار میشه همین دوربینش کم میشه این بالا نمیاره این بالا نمیاره یعنی چی؟ این نمیارتش اینو میبینی این آره اونو نمیاره آقا بریم یکی از شما خاموش شد یکی از شما خاموش شد حواسمون نبود اینجا همین یه لحظه بدن امیر آجی دوربین هی تار میشه میدونی چی خیلی استبدی دارم نمیدونم چرا بده یه دقیقه دوربین رو ببینم الان ممکنه شد هی تار میشه الان تقریبا اوکی شد هی متین یه چیزی تو دوربین نمیبینی؟ اینو میبینی چراغ فقط میاد ببینی من اونو مثلا تاریخ خیلی تاریخی انگار مثلا یه سیگار یکی هست ولی تصوریه میدونی چی میگم؟ انگار که جانا همین ساخته جوت نکردم جان ای جان چی رو داری میگی رضا؟ من داشتم تی کش بزر چطور؟ یکی بچه ها متین به نظرم اینو ببینیم چیز کنیم ببینیم ببین کیو امو چیز کرد سنش هم رو 4 پی هم داشت پی آخه زیاد چیز خاصی نشده انگار میدونی چی میگم؟ متین بیجی بود یا بریم؟ ما میخوای تو یه ذره برو بگیر چیز کن من ویدیو بگیرم روی سرمون بریم پشتم خیلی استبدی دارم واسه گوشه دیواره خدایی میترسم بیا اینجا بیا جلوتر بیا جلوتر بابا این هی بطریه خواهی شد چی شد؟ اینم داره شارژش تمام میشه آقا نه زیاد روشن نکن آقا بریم برای ادامهش ولش کنید دارم بریم چرا قوه شارژ دیگه نمیگیره اون بگیر بریم آره بگیر تمام میشه آقا بگیر بریم آیا رو چاقوها رو گفتم بدم آیا رو چی دیدی؟ گفتم خاموش جفتش با هم یه ده خاموش شد پشما بسا همین گفتم میخواستم بگم آیا روحی اینجا هست جفت شما داشت خاموش میشد نگاه باد نیست بخواهی بس هست آجی یه لحظه واسه نشونشو میدم باد نیست اینجا میبینید هیچ تکونی نمیخوره رفتم هیچ تکونی نمیخوره میبینید بریم آیا روحی اینجا هست یه نشونه با بده خنده میخواد آیا روحی اینجا هست یه نشونه با بده آجی اگه بگی نو هم یعنی هست چون داره جواب میده آیا روحی اینجا هست یه نشونه با بده باز شمه خاموش شد متین شمه این هی خاموش میشه این سمت یس متین اینجا رو بگیر این شمه که این سمت یسه خاموش میشه نمیدونم داستان چیه دارم میگم بهتون از اولش دارم بهتون فندک هم روشن نمیشه آخه این شمه که سمت یسه هی خاموش میشه دیدی؟ چی؟ اشاره میچرخه چون مادرم یه لحظه دیدم یه چش این گوشه داره منو نگاه میکنه چش؟ از این گوشه؟ من تازه یه دونه از همون اولتون میگم این داره الان میپله که دور خونه شاید حواستون خیلی به دورتون باشه
ببین متین تو این وری شما دوتا این وره بگیری ما دوتا اون موهای تنم سیخ شد ناموسن ببین منم 2 ساعت دارم همینجوری چون از اولش اومدم اونجا من دیدم میگه نمیدونم علامت میداد نمیدونم من نمیدیدم رضا میگه من میدیدم من هیچی نمیدیدم واقعیت من هیچی نمیدیدم رضا میگه من داشتم میدیدم همین که اینو روشن کردید قیبیستم اومدم داداش اینجا یه بگاهی میشه نه هیچی نمیشه داداش میشه من میدونم داداش من این گوه میشناسم اینا رو یه آیت الکرسی روانش میکنه نه میره بگاهی داد یه وایسی چی الان بریم یه وایسی وایسی بگم اش علامت دارم من اونجا دیدم علامت چرا هیچ چرا بنداختم متین بابا این لامصبو میبینی بگیری خاموش میشه نمیذاره فنده من هیچ کاری نمیکنم شمه که سمت یه سه هی خاموش میشه نگاه فنده نگاه باز نمیشه فندکه باز نمیشه من هی باید اینو روشن کنم چرا؟ نمیدونم ناموسن شاید گوهی هست فندکه من رو باز روشن پویا کیه زنگ زده داشت چک چرا خوبه؟ نه این حرارتی هست بیا همین فنده نمیدونم احساس میکنم اینجوری بگاهی بگی این گوه یا لسه این گوهه سینو بردارم داداش اینی که من اینجا دیدم تو این معلوم نمیکنه ناموسن تو این معلوم نمیکنه آقا وایس نیده من زنگ میزنم علی ببینم شیرهی که میخواست بگید ای حاجی کیفیت دوربین چرا انقدر بد میشه؟ راست میگی دوربین تمیزه آره بابا یه دونه بزن روش یه پشت یکی ببینه ناموسن خایه میکنن آقا همه برمیگردین این ور اون ور نگاه میکنی میرین اینجا آره میدونی؟ الو علی چطوری؟ نمیگیره رو سری قبلی آقا گرفت رضا داشت گرفته اینو نمیگیره من میشه تیر زنه رو نمیگیره نمیدونم متین اینو بگیریم چیزی معلوم نمیشه نمیگیره داشت ناموسن نمیگیره یه چیزی هست که حتی نگاه چراغای اون ته رو نگاه کن چراغای اون ته رو نمیگیره آقا حالا که اومدیم اظهار میکنی این شاش میشه شاش دوره خونش الان تلس خیرته شاید یه چی معلوم شد دارم میشورم دیوارش تمیز شد حتی همه ویدیو نذاری تو یوتیوب جا که والا نمیگیرتش چی چجوری بگم نمیگیرتش کجاست؟ داشت نگاه نمیگیرتش حاجی اینجا هم انگار یه چیزی شکل ببین نمیگیرتش نگاه نکشیدن ولی انگار یه چیزی هست شبیه مثلا حاجی من میگم بریم اینجا کیری میشه آمدی؟ من میگم خاموش کنیم شمنامه رو بریم نمیگیره اینجا کیری نریکش آقا الان که بازی نمی کنیم اوکیه اون بگیر سر به سرش میذاره بگیریم اون سرش چی دونه؟ من حالا بگیرم یه بریم اینو خاموش کنیم اگه روح اینجا هست یه نشونه به ما بده اگه روح اینجا هست یه نشونه به ما بده حاجی دیدی نورو؟ الانی این کسیشی میزنی روح اینجا هست با ما اگه روح اینجا هست با ما کاری داره یا نه؟ این باز شمه سمت یه سه داره خاموش میشه حاجی با شم علامت میده انگار آره نگاه میبرم روی یه اگه روح اینجا حضور داره با ما کاری داره یا نه؟ چیکار میتونه با آزارت به ما میرسه یا نه؟ اگه روح اینجا هست با ما کاری داره یا نه؟ اگه روح اینجا هست
با ما کاری داره یا نه؟ من هیچ چشم ببینم نگاه میکنه دور و برا میریم اینجا. چی صدا رو؟ کسی گفت نه یه چیز صدا داد گفت یه همچین صدایی سگ هم نبود مطمئنم از این ور اومد متین از این ور اومد از این ور صدا اومد میگه از این ور اومد این ور میگه بریم نمیدونم اگه روح اینجا حضور داره اسم شما بگه. دی؟ سیه یا دی؟ دی بجی رو نمیدونم داستان چه کی؟ شبا کی؟ یه دونه رو این وایساد بکنم یه دونه رو دی حاجی یکی این ور داره پچ میکنه ناموسن. آقا اذیتش داره میکنه. یکی این ور داره پچ میکنه به قرآن. اذیتش داره میکنه. این ور من شنیدم با پشتم یکی داشت پچ میکرد. بریم داشت دارید اذیتش میکنه. میام بریم من نور میندازی اذیتش میکنی. ننداز. چیه؟ یه لحظه فکرم که وایساده نور ننداز شده. ای خوش دارم چرا من پشت اینجا نور میندازم؟ بریم؟ حاجی یه لحظه دیدیش حاجی به قرآن دیدمش به قرآن اون بالا متین تو هم بالای اون درختی دیدیش من صدا پا دیدم رفت بالا. صدا پا نه من یه چیزی دیدم رد شده این نور به قرآن بالای همون درخته که گرفتی همون بغل اون درخته خورد این برتر ببین دقیقاً اینجاها حاجی یه لحظه منو بگی حاجی من یه لحظه قبل اینکه امیر بگه من داشتم اینجا با چراغ قوه مینداختم نگاه کن یه لحظه بگیر اینجا رو. من دیدم یه چیزی این الان میبینی عقب و جلو میشه این نورش پایین بود خب داداش رو ته بود اومدم زوم کنم ببین مثلا انگار یه لحظه منو بگی مثلا ما الان رو اینو راه میریم نگاه کن رو کاشی خب انگار رو کاشی انگار افتاد بعد یهو این انگار یه چیزی رد شد بعد سرایی گفتش که دیدمش خب من تا اومدم اصلا چیکار انگار غیب شد تو دوربین شاید افتاده باشه من اونجا رو گرفتم دیدی اونجا رو گرفتم تو دوربین افتاده یا نه رو نمیدونم هرچی هست بگاهی متن شمار متن اینجا هم بریم شمار رو جمع کن بریم استخاره میکنیم آقا بذار یه دونه چیزو بگیم ما این مکان رو ترک میکنیم اگه روح اینجا هست ما این مکان رو ترک میکنیم با ما کاری نداشته باش اگه روح اینجا هست ما این مکان رو ترک میکنیم با ما کاری نداشته باش بیا رو شن بیا رو گودبای اگه روح اینجا هست ما این مکان رو ترک میکنیم با ما کاری نداشته باش بریم بسم الله هیچ وقت شما اینجوری چی گفت؟ بریم بابا هرچی یه چیزشو بگیره شما سر رو بگیر مال چی میگردی؟ زیر زمین یارو مال چی؟ بریم خیلی بگاهی من قشنگ دیدمش اونجا کسکی شد ما میخوای اینو بگیر من گوشه بدم ای صدا رو شنیدی؟ ای صدا قشنگ گفت شوهرشه شوهر نه اون سگه نه یه صدا بابا داره میاد یارو همه با هم راه بریم اون که یه وقتی تنها کسم بود رفت از کنارم کنارم نسیگه بکنم از ترس دوری آجی اینجا یه دونه چا بیاد بریم بالا صدا شنیدی فهم؟ آره منم زن قهوه حاجی اینجا دو تا چاه داره چاه دومیه نیست اینجا نرین یه دفعه بیافتین تو بیاد بریم بالا داداش نگاهی از اینجا بریم بالا نری تو شده بالا اون که یه وقتی یادم نور دور و برت ننداخت بچه‌ها فقط جلو راه کنید نور بیاد دور و برتون دیگه ننداخت کجا بود داداش نور دیگه دور و برتون زیاد ننداخت
جلومونو ببینی مثلا من اینجا بودم یه دار بود. حاجی اینجا من حس کردم یه چیز سیاه هست. پشمام. حاجی یکی اون بلند حرف میزنه و آدم میترسه. می‌دونی چی میگم؟ حاجی ریدیم تو خودمون. حالا یه چیزی یاد بگم. وقت داده بود بهمون. والله قسم دارم میگم وقت داده بود بهمون. حاجی هی داشتی نور مینداختی هی داشتی اذیتش می‌کردی. یه چیزی بذار بگم. جیبم سوراخ شده بود دفعه قبلی اومدیم. سویچم تو همون جیب سوراخه بود. یعنی یه چیز رفته بود. هوشیار بود. حاجی یه لحظه پشمام ریخت. همونجاست نمیاد حاجی یه لحظه انگار ماشین داشتم نام میکردم. یه لحظه اسکر ماشین داره میره عقب. اینی که من الان اینجا دیدم خب این جنی نیست، روح یارو. آقا نمیشه سرگردون بمونه. چرا؟ ولگرده. این از اون موقع چیزی نداری شاید؟ چیزو؟ رادیو رو؟ نه. ماشینو خاموش میشه. خب حاجی رسید ماشین. برمیگردم باش. الان میرسم شهر. حاجی یعنی اگه اونجا بودیم این صدا جیغه می اومد داره میگیره؟ صدا سوتر رو تش شنیدی؟ باش ناموسن اگه میخوای کلیپ هم بگیری هر کاری هم کنید سری بدیم اینجا نیاین ناموسن بابا خواهی کرد. نه اصلا ربطی به اونش نیست خواهی کردی. بعضیشون اصلا کار ندارن، اذیت نمیکنن آدمو. این هوشیارش میدن. ولی صبح یه روز بیام داداش اگه میخوای بگا بری صبح بیای همونو میگم. چیزی که من از اون الان شنیدم قد کنم؟ اینجا بگیریم یا نه؟ من جاده بیفتیم فقط تو شهر جاده شهر. حاجی صدای جیغ خیلی پشم‌ریزون بود. آره خدا من تو ویدیو افتاده باشه. ویدیو داشتی میگرفتی؟ نه ای ما واقعا اونجا بودیم پشمام ریخته بود دیگه. گفتیم اگه بمونیم اتفاقی میفته. بعد همین که داشتیم میومدیم من گوشی قطع که ببین این زیپ تو جیبم گذاشتم سویچ ماشینو، زیپ باز نمیشد اصلا، زیپ نمیومد تو دستم. بعد صدای جیغ اومد، صدای سوت اومد، جیغ و سوت از اون ته اومد قشنگ پشم‌ریزون بود. بعد همین یعنی واقعا خوب شد که اومدیم. خب و اینکه حمایت های این ویدیو زیاد باشه یه شب اینجا میخوابیم چند 100,000 تا ویو بگیره. 100,000 تا بگیره خدایی میایم یه شب میخوابیم. بعد اون موقع اینجا 20 نفر جمع کنیم. آره دیگه بیایم. آره باید پتو متکا اینا هم بیاریم. آره 20 نفر باید جمع کنیم چیزی نبینیم. آره چیزی نبینیم که نگانمون یعنی. آفرین آقا مرسی که تا اینجا ویدیو نکردید. دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی مواظب خودتون باشید. خدا نگهدار.